در ولایت سوخت شروع از امروز سنه 20 نوامبر ایمونیزاسیون عمومی بر ضد بیماری سیرایتی پنوموکوکی گذرانیده می شود. ایمونیزاسیون عمومی برای کودکان از 15 ماه تا 5 ساله رایگان گذرانیده شده تا سنه 30 نوامبر ادامه می کند. مقصد کاهش دادن بیماری های پنوموکوکی با واکسن پنوموکوکی می باشد، زیرا بیماری های سیرایتی پنوموکوکی بین کودکان زیاد گردیده است. گروه مقصدناک اهالی در رفت روزهای ایمونیزاسیون عمومی به ایمونیزاسیون فرا می گرفته. این خیلی که گفتیم کودکان از 15 ماه تا 5 ساله، یعنی کودکانی که از 1 دکامبر 2018 تا 31 آگوست 2022 تولد شدگان، کودکانی که از 1 سپتامبر سال 2022 تا این جانب تولد شدند و ها طبق تقویم ملی ایمونیزاسیون بر ضد سیرایتی پنوموکوکی با واکسن پنوموکوکی فرا گرفته می شوند. تحلیل ها نشان می دهد که حالا در جمهوری تاجیکستان 25,000 نفر گرفتاری بیماری پنومونیا، 38,500 نفر گرفتاری بیماری سپسیس و 2,300 نفر گرفتاری بیماری منینگیت بین کودکان تا 5 ساله می باشد. این نشاندادها از زیادشوی بیماری های سیرایتی درک می دهد. از این رو در اساس فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در تمام مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه ها ایمونیزاسیون عمومی گذرانیده می شود. طبیب عائلوی منصفه کریمووا از نشانه‌های بیماری پنوموکوکی حرف زده خطرناک بودن آن را تاکید نمود. نشانه‌هاش ما گفتیم که یک چند بیماری برانگیزنده یک چند بیماری می باشد. این پنوموکوک‌ها منینگیت این تشنج موشک‌ها، پارتو درد سری سخت، پنومونیا با هست که سولفا، نفس کشی چکور که موشک‌های ایلوگی در آن اشتراک می‌کنند شده می‌تواند و هوکازو من اتیتی گوشی میانه شده میتواند که فساد پیدا می شود در گوش و اینها خیلی بیماری های وزنین که حالا در جهان طبابتش دریافت نشده است. برای همین ما گفته ایستادیم که یگانه راه نجات این ایمونیزاسیون، این واکسن کردن همین کودکان خود را با مرکزهای سلامتی جای استقامتشون برند و از این بیماری سیرایتی وزنین که با معیوبی و فقر آورده میرساند ایمونیزاسیون گیرند. بیماری سیرایتی پنوموکوکی باعث زیادشوی بیماری‌های وزنین به مانند منینگیت، سپسیس و پنومونیا، اینچنین بیماری‌های سبکتر اتیت گوش میانه، سینوسیت و برانخیت می‌گردد. از روی نتیجه‌های بهادهی سازمان عمومی جهانی تندرستی همه‌ساله در سراسر جهان بیش از 500,000 کودکان تا سن 5 ساله از بیماری پنوموکوکی می‌فوتند. طبق اطلاع مرکز جمهوری ایمونوپروفیلاکتیک در ولایت سوخت کودکان به ایمونیزاسیون ضد بیماری پنوموکوکی در رفت روزهای ایمونیزاسیون عمومی نکم از 95% گروه مقصدناک اهالی فرا گرفته شود. یعنی از روی دورنما باید در تمام مناطق کشور بیش از 197,000 نفر را در بر گیرد. امروز روز نخستین ایمونیزاسیون است و فراگیری کودکان به آن با مرام ادامه دارد. گزارش منظور بختیارزاده نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.